پشتون قوم پرست مسلمان شدن نمیتونه. کسانی که قوم پرستی میکنن اگر 1000 مرتبه در نماز بگویه که اهدنا الصراط المستقیم، در جمله منافقین حشر میشن. فارسیوانای قوم پرست ان اکرمکم عند الله اتقاکم نمیپذیرن. پیش از اونا لا اله الا الله ارزش نداره، قوم ارزش داره، زبان ارزش داره، قریه و منطقه ارزش داره. از این خاطر اینها ولو که 1000 مرتبه بگویم که اهدنا الصراط المستقیم، سر از اینا شیطان خنده میکنه و برشان میگه که در زبانت اهدنا الصراط المستقیم میگی و در قلبت اهداف دیگه داری، در مجالست برنامه دیگه داری، تو با عقیده اسلامی درست نیستی. برادرای محترم، از قوم پرستی پرهیز بکنین. محترم ورونو، لقوم پرستی نه پرهیز وکی. به خاطر چی پرهیز بکنین؟ به خاطر ازی که فرهنگ قوم پرستی با فرهنگ اسلام در یک قطار آمده نمیتونه. قوم پرست مسلمان شدن نمیتونه، ولو که در خانه مسلمان پیدا شود، ولو که 10 مرتبه حج رفته باشه، ولو که در حدیره مسلمان ها دفن شود، لکن حشرش به امرای هتلر میشه، به امرای ماسولینی میشه، به امرای ابو جهل و ابو لهب میشه.